سنت ها و احکامی که الله گفته بود را انجام بده که 5 در سر است و 5 در کل بدن. مثلا در ارتباط سر که 5 چیز است، بروت کم کردن، بروت کم کنی، بروت نمان، و دیگه سر تا که موی میمانی فرق برش جدایی بیار، نصف موی این طرف بکن نصف موی او قسم. این دو. و سیوم مزمزه کردن، یعنی آب در دهن انداختن، استنشاق در بینی آب انداختن. 5 مسواک کردن. در دیگه اعضای بدن ناخونا را گرفتن، ناخونای طبیعی. سنت کردن، باید مسلمان خود سنت کنه. 2 و 3 مویای زیر بغل و زیر ناف گرفتن و با آب استنجا کردن. این هم در احادیث مسلم آمدگی است که یار از فطرت گفتگی است، یعنی ریش ماندن، برو تکل کردن یا جمله فطرت است، امور فطرت، سنت انبیا. کل انبیا علیه السلام همین قسم بوده.